واقعا مسلمان ها فقط عرب کش کنن مسلمان ها فقط عرب کشی کنن دیگران همون کارا رو صاحب شما غلامی به هوای مسلمان ها باید شما هم در دلیل راه رو به اسلام خدمت کنن اما حرامی هایی که همین کتاب ها رو می نویسن در عربستان سعودی و یار پولی به برکش امریکا داده است پولی به برکش که بنابر برای خاطر مسلمان ها در دلیل جو سرکوب کنن همین کتاب ها رو نوشته پنگ کردن این کارهای تجارتی چقدر کارهای پولید چقدر شما مسلمان باید نشوند یا نکته دیگه شما آدم عقلشان با کارو می‌فرمودن که باید انفع الله ساخر یمین انفع للناس یمین چیکار کنیم فقط همه عرب کشی کنن همین که همین اوفت همین که آذربایجان اکو میگیرن خونه رو به نام خشم حجت میکنن توجیک نشینن هر مسلم سپولده میگه سپولده بود چی خونه آذربایجان میشه توجیک یک شتا کوش میدن بله همین خودش رو خوب نیست خوب نیست یا برای خودت بچه‌ها هم مسلمان به حل بشه آدم یک کتاب دیدی همین مکتب کرده رفتن و یا سبب وقت منطقی عثمانی رو داشتن قول راجح بتونه شما رشی و حضرت عضوی قانون شورای مجموع چون سرمایه گذار مبلغ گذار هم هستن بنابراین شاید همون حکیم الامه اشرف علی تمامی